لاستیک وسیله برای حرکت خودروها. اما جوان خوش‌ذوق مراغی با این لاستیک ها آثار هنری زیبایی خلق می کند. برای اولین بار در ایران ساخت مجسمه لاستیکی رو 3 سال پیش خودم شروع کردم. آقای عباسیان این آثار را در کنار کار روزانه خود که تعویض روغن و پنچرگیری ساخته است. تا حالا نزدیک به 40 تا طرح زدم که بیشتر آنها مجسمه خرس، تراکتور، اسب، فلوکس و شیر هستش. آنچه این جوان میسازد هم وسیله بازی بچه هاست مثل این اسبچه و هم تزئینی مثل این خرس و اسب. مجسمه هایی که من درست کردم بیشتر از لاستیک های مستعمل و تاریخ گذشته هستند. این روزها نمایشگاهی از آثار این هنرمند خلاق در مجتمع فرهنگی مراغه برای بازدید علاقه‌مندان برپا شده. از لاستیکی که از نظر من مستهلکه، به درد نخوره، اومده مجسمه های درست کرده که بهش روح داده. این مجسمه به درد میخوره، همشون از یکی بهتره، ولی از نظر بنده این اسب و خرس و اسب کوچولو از نظر بنده خیلی جذابیت داره. یک هنرمندی با استعداد خوبی که داره، از وسایل دورریختنی و ضایعات لاستیک ماشینه چنین آثار زیبا و هنرمندانی رو خلق کرده. در این نمایشگاه 25 اثر به نمایش درآمده. این نمایشگاه تا پایان شهریور ماه در مجتمع فرهنگی هنری مراغه هر روز صبح و عصر برای بازدید علاقه‌مندان دایر است. احمد طالبی، خبرگزاری صدا و سیما، مراغه.